سلام دوستان خدا، شام بخیر. خداوند حفظتان کنه. نگاه که من یه ویدیو رو میمونم. برای چی من اینجا ویدیو کردم؟ طرف دستی راست اینا میری 100 متر دستی راست مسجد پرسپیک میر میشه. از مترو که بیای نمزی سرک بسیار بچه‌ها که اومدن راست میایم زمزم مرکز جای زمزم عمره ماه. دوستان مهربان، برای چی من یه ویدیو کردم؟ آفیس زمزم عمره جایی که حج رو میکنن، حج عمره از همین جا است. دوستان ویدیو درست‌تر اینه که به حضور تماشا کنید. هر یک رکلامی که دادن همین ویدیو درست زدگی این به فایده شما ان شاء الله. روز 12 چسلا دهم 12 اطراف که داریم دو تریس ای، یعنی که دینم نرخ $1700 که به خورد خوراک، $2000 به خورد خوراک. 15 روز اخیری رمضان ای دوستان. روز 10 12 اطراف که میتونید زنگ بزنید، رقم‌ها در روی اکران، ویدیو را التماس پاک کنید. بچه‌ای که رفتنی خواهش میکنم زنگ بزنید. به حضور گاسنیسون نزدیک خدمت رسانی به سطح اعلی ان شاء الله حاجی را روی کردیم. نداز در ویدیو اخیر میبینید. خدا نگهدار. خواهش میکنم ویدیو را پاک کنید. السلام علیکم. İşte kamera kırmızı mı? Şeşter Bey. O ziliyet diyor ya, ben de videom bekliyorum. Ne gelecek? Evet, bak telefonumun kamerasını, telefonumun kamera. bagaj dura bagaj merhaba bagaj şurada bagaj boşta boşta bagaj merhaba ya akşam ki benim ekranı da öyle bir bakı dakikayı uçu buktani aslında buktani aslında dikkat ki merhaba vadi burada da bakta dar sabda sikar dar surat dar misal khatmi shoti ne ho jamo to aat ibadat kare mere ho jamo selfie kani na mere kadar kitna to aat ibadat kare بیشتر میشه خوب تر میشه و سبب همین چقدر میشه دو شما دارم میدم خیلی مرکب میکنم و این تکوبا برام میکنم مثلا ما برای سبب
Bazı boşuna insanlar tekrar yapıyor. Gerçekten maksat farklı olmasın. Önemli metodlar kam yapılan. Abi yara bunları bir yapıyor. Hoş mekanım bence mardako ehtimal falan kaçtı olduğu gibi düşünüyor. Ki bagajı ko ayakta bir ciddi yapalım. Ama bu tür ehtimal buna begire. Güzel davranış ya motoru begire ki aslında davet ederler inşallah. Çok sağ kayıp bir hasta. Yani Kori Muhammed hasta ve Muhammed dalmış ve Muhammed daha maksat diğer vücuta gameze. Kori Muhammed kez mod gas khariz yotina mege inşallah megire basar bulan bakos dome bana. Yani cep kursidan da tam kone khudor tamam haj inşallah tamam. Sonra mesele hemi moşinoy ki hasta 0500 ya hayot granisa memundum. Akın na hama vaqt miyoyen ki biyem hem moşina nişon kim na hama vaqt miyoyen ki maksat بریم بیایم به آن خودی داریم رقم میمونیم امروز بابا خواندم که اومد یعنی که ما خاطر برادر گرانیتسا شهرنامه بستگیم ان شاء الله همه وقت ما رکلامش میکنیم بابا خواندم آوردیم خاطر حجیون یعنی کمپانی حجیون شهرنامه بست یعنی شهرنامه معنی یک دوره که باید ببینی فقط دلیل گفتی بابا مهر پیچت خاطی که ما میبینیم ان شاء الله باوری خاطی میروان میان اولش پروردگار میبرم میورد مسئله داکومنتاسیش هم بعضی برادرها دیپارتاسیون یعنی که همون چیوش و ویزا چی میگن همون چی میگن محکم میکنن کو запрет موندگیان همین запрет چی میشه بعد همونش запретن میرون ایوس بعد چی میشه وایو اگر ایرس گذران روی میکنن میرون مسئله این دیپارتاسیون запрет اونا بشکی پرویرکش میکنیم آدمو را که پاسپورت روی میکنه کلین شما پرویرکش میکنه بعد میگه که شما запрет یا که نه просто بعضی پرستوش اخر یا запрет چه پرویرکش میکنیم قرضدار باشه قرضدارش پرویرکش میکنیم یعنی زالوت کارونه قرض بانک همش سوز میکنه این بچه‌ها برادر دفعه اکران گفته شده با اون خاطر اومدیم هم بابا شهرنامه بس هم برادری که مثال میگه بابا رو آورده استفاده برده شده یعنی نه بابا الحمدلله اومد این یکمی شهرنامه که در روسیه بس با گرانیتسا الحمدلله یعنی که هم از حساب ما سبب میشیم برادرها کلین میوان نون خچا میوان یا سبب میشم ما هم یک چوی پلی خود برای فرزندان خود میویم همچنین بابا رو آوردیم ان شاء الله با یکمین شرکت روی شهرنامه رو بابا جان بس ان شاء الله آهسته آهسته با هم شرکت دیگه شرکت ها رو بابا را یعنی که شهرنامه میبندم من فقط در همین کانال کالونیش که 36 و 37 فضا پاتپی چیک داره با او دیگراش کار ندارم برادره که خاطرش تازه همکاری داره ایو قبیشو تو که پروردگار همکاری کردم میگم من با بابا کار ندارم بابا چی میگم با خاطر خدا اومده یعنی من بلیت گرفتم آوردم برادرو بلیت گرفتن اومدن ان شاء الله های با مخزه میره اما ما حرکت میکنیم که راست همین خا اومده به فایده هم جا نروا شهرنامه بنده ای جاوس ای تاجیکستان هم که رکلام کرد یا ویدیو چش پرتوتن سایدینیت کرد رکلام کرد یعنی که ببینه که حقیقتا اومد بابا جان با چی میخوادش دید که حقیقی به دست ان شاء الله برادرها چند ماشین دارن این خلاص با سیاه داره با بوریدی است سیاه سفید یا تا دیگه هم خلاص یعنی دره رو ولا که ما زیاد شب خاب کردیم لکن نمیتونیم سه ترمونیم هر شاید روز اشتراک هر قطار مونیم یعنی که سیومکا کنیم اما اومدیم یک تشدید اینا گرفتیم رکلام کردیم دیگه ای جاوس ویدیوها در کانال بابا خانم میبرن دمارا میبرن ان شاء الله های با کدوم برادری که مقصد میخواد که بیای رکلام کنه خاطر همکاری کنه ان شاء الله شرکت با قوت جان خداوند حفظتون کنه السلام علیکم و رحمت الله ان شاء الله حرکت میکنیم شفیع رو وادی تلگرام که کم کم یا پورچه ویدیو رو هم کنن پارتیان که سایدینی که از اون بابا خان میرن از ما میرن تا به وجه از خانتی به حرمت زنده و سربلند باشه وقتی که همین شرکت گفت که مردم مثلا رکلام کنه یوتیوب هم خیلی بده که رکلام میخواسته رکلام کن ما قطعی همین کالونی همیو شته گاب زدم ما گفتم که گوش کنه ما همین یک آدمی هستم که انیق گام میزنم روز نشد که یگان کمبودی شود که با ما کمبودی رو با میخیزم همون بگم دام کمبودی رو گام میزنم گفت که همین خیلی انیق برای که همین انیق که شما ما که گاب زنیم ما آدمی مسافر که گاب زنیم باید کارمون فقط حجت و رقم و ما رو پیچت کنیم باید باشه برای همین برادرها ما همین خطی کلوناش خطی مسئولیت کردگیم گفتن که همه تنج آروم ما میبرون همین خطی میبیاریم وقتی خوش خطی یگان مایده شده کمبودی هاشه ما کمبودی رو برطرف میکنیم ما بوده اگر یگان شکایت شد من اینم با ما میگم که با همین گام گشت میگیرم ما همین خیلی آدم فقط حجت و رقم ما رو پیشت کنیم شرکت باقوت های همه ایشون رو با من ماشین دیگه شما میتونه که همکاری شما رو هم کنیم ما رو هم کنیم یک بابا جان هیچ کار به مینوس نیست همه کاری رو دنیا هم مینوس داره همون حالتی که مینوس میشه از جانب یا میشه از ما میشه از خدمه میتونی زنگ بزنه همه
حلش میکنیم. پس اکران حل کرده میشه. یعنی که یا نفهمی ایشوی و دیفیلو میشه و از کلینتو میشه و بعض کلینتو هم هستن برادران و خواهرو، یعنی که نفهمی همه کار دنیا مینوس پینوس داره. دیگه نمیشه. نکی هم یه حل کرده میشه ان شاء الله. الله شاهده که بعضی برادران نفهمی میشه زنگ میزنن، مثلا از چی شرکت‌ها باشه، چی اویا کمپانیش باشه، زنگ میزنن سایدینی چون رجیستراسی باشه، بچه چیکار پای کلینت شکایت داره. و میفهمن ان شاء الله حل میشه. خاطر دو ماشین شو هست تا دو ماشین دیگه میشن خداوند نیستون کنه رقمو داره اکران میتونید با باوری زنگ بزنید در خدمت شما. نرخ نوا بردن اووردن 8000. ده 8000 چی میدونی اگه خودت گفتن 8000 ان شاء الله راه رو یاردم میکنن بچه‌ها خب بردن میبیارن اونجا تاکسی ده پول نمیتیان او تاکسی که شما خام میکنید و بعد دوایو میبرن با گراج میگذارن از سری 8000 میگیرن مثلا همین دورین 8000 دای اكو خرد خروج شاشلی فاشلی میخوای ان شاء الله. السلام علیکم و علیکم السلام رحمت. السلام علیکم دوستان عزیز، خداوند نگهبان تو باشه برادران مهربان. همین خانه رو شما میبینید که ما دو بار شید در اینترنت میپرتویمش. این در جا قرار داره سمالینسکی اوبلاست گورست سفون. دوستان مهربان دوستان عزیز، همین ما یک ور گذاشتیمش خیلی برادرها بیشتر زنگ زدن گیرم بدن. یک برادر خیلی بود که خیلی نام فامیلش نمیگیریم، حتی 300,000 زلاق داد که ما هم میخرم برای وایش دیدم چقدر آدم اتکاس کردیم جدت کردیم اومد خیلی خلاصه که با گپا توری نگرفتن و زلاقش هم گردوند دادیم رفت. بعد این بود این بورا ویدیوش کردم خیلی ویدیوش از این ویدیو که میمونم هم ویدیو دیم بورا و یکم بورا ارلاش میمونمش، یعنی که یعنی در این مونتاژ میکنم. بود این بوراش هم با یک مادر دیگه خیلی چقدر آدم اتکاس کردیم زلاقش پرداخت 50,000 ولی یکیش ندادیم نکنه نمیتیمش یا نمیتیمش برای که زلاق هم نمیگیره برای که نگرفتش. نرخ نوا کردیم متاسفانه و حسابی کارخانه شو چه سوم نیافت یا که یافت معقولش نشید. خلاصه از اینکه دوستان عزیز همین ما در فروش ماندگیم سیم بورا خانه با تمام صنعت چایواز من میمونم ویدیو کنگه اما حاضر چی نبود صاحب خانه نبود که کلیو را کنیم تمام درش رو ببینید چند سوم نرخش چند سوم 950 بود 900,000 اگر با میگم کو همین زبان شیرین ما را چشم میبره دوستان. میتونه زنگ بزنه خاطر صاحبش در روی کلان میمونه رقمش اخیر نمبرش چنده. خلاصه از اینکه نمبرش میمونیم اخیر نمبرش یاد نداره خاطر صحبت کنی خدمت که لوز خوب میدونه. پلوس این چی داره دوستان مهربان 40 سوتیق زمین داره 40 سوتیق زمین داره ای خودش صبستونی افور میکردگی در این خونه با کروک چی گرفتگی زبور چی میگم طریق سیتکا گرفتگی او طرفش یک گیکتمی سمالینسکی اولش هم خیلی عده داره هم دولت کی وقتی که زمین دادت خونه را خریدی خاطر 30 سوتیق 40 سوتیق با ای پیش اگر که زمین نو شد باشه یک گیکتر دیگه میچکی برای چرابگاه ساز میکنی یا که مقصد یگون انگار ساز میکنی مثلا اوپش یک گیکتر خلاصه میتد برای زراعت کردن. خلاصه از این یک گیکتر دیگه در پیش داره نرخش 900,000. سوال بسیونتی کشید استراشید خاطر صحبت کنه سمالینسکی اوبلاست اگر که برای مکتب بگه اینجا فقط چی میاره مشروطه چی میاره گودکورا میگیره با مکتب میبره پلوسی دوستان مهربان مسئله خوراکا بگه افتری مشروطه میاد چی میگن او خوراکا میاره پروداکت ایوجا میخره مغازین دورتره که اینا با بگم تو با نگه کی یک کامera ایتا گفته در اینجا خیلی بوده فقط اینجا با شخصایی را میشه که فیرما میکنن گوسپان میکنن گاو مال میکنن زراعت میکنن کارتشکا پیاز لوبی کادو خلاصه هم چیزا میکنن. خلاصه زنگ بزنه شخصون از نوع ما صحبت کنه سلام بگه خدا نگهدار تو خواهش میکنم اگر امکان باشه یا لایکتون بزنه و کامنت خوب نویسه تا هم ویدیو پادلیست شود تا این برادرم فروش مشکلی زندگیش ببینه و ما رو چیکار کنیم با دیگر برادران کمک کنیم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. انتظار شید پولی تماشا کنید خونه را با دقت. خانه سه در خانه با ونه و دوش قالین پلاس همش پلوس این یک هکتار زمین در 900,000. خلاصه اگه زبان شبیه با ارزان تاتون میکنه ویدیو را پاک کنه ان شاء الله تا که مردم تماشا کنه. السلام علیکم و رحمت الله. تماشا میکنید. خب ویدیو با دوستان عزیز 4 روز پیش در شهر صفون و کردگی سمالینسکی اوبلاست 320 کیلومتر از مسکو دوره در همجا کردگی دوستان ما خیلی دیرتر پرتوش نیمش با همون خاطر دستگیرش کنیم ما خودمون شهر دیگه بریم. خدا نگهدار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان عزیز. کمتر بورن برفای اهمیت نتی امروز قرار داریم با در شهر صفون و خدمت که اسپید نکردی خانه پیشکی ماندن میگفته این قیمت یاتش 11 میلیون بود گفته قیمت خیش 500 گفتیم الحمدلله در 420 تا فروختیم 420 طرف نرخ نوش الحمدلله
باز یک خانه گس سه خانگاه با کوخنی و نفانه همش در درونش با تمام صنعتش ان شاء الله از نشون میدیم. میدونه چند قدر سوتیق زمین داره؟ در کمیتال نه 40 سوتیق داره. اسفلش 1 هکتار دیگه دودگیشان طول چند قدره؟ بیشتر 20 روک 1 هکتار زمین دیگه دودیانش که استفاده بر یعنی 40 خطی او وای آبشی 1 هکتار میشه میتونه استفاده بری. حاضر من همش ان شاء الله نشون میدیم. یعنی پس اکرام ببینید دوستان عزیز چقدر کلان حجمی همین زمین خانه کدمی که میخرید دوستان عزیز. از نرخ نوشو بعترک میگم تماشا کنید. از این دروازش آهنی این بیتونش ریختگی ان شاء الله از من همش نشون میدیم. اینجا پارنیک، گاشنیک، پاشنیک، گپ چپ اینه 4-8 سالگی علاوه میکنی. خوب دوستان عزیز سه نوک اینه با کلودیس مالودیس داره او پوش همش نساس پاسوز زدگی. این کانالیزاسیون همی خیر رفتگی دوستان همی خیر. خلاصه از اینکه با تمام صنعت تریزور پلاستیکی اینه کلودیسیون تراش میره در خونه. خلاصه او بارون به انجام میرسه. خوب دوستان عزیز این ها سیتکش بهت سیتکا پویه ها ریختگی بیتون کتی محکم. یعنی که میگیری کدمت فیرما کنی برای فیرما کنی زوره. این نگاه کنی این همسایگی شای تو اونجا رو فیرما و پارنیک گپ چپ کاری رفته ان شاء الله. خوب دوستان ویدیو درست هم شب پروسه میفورم که بعد دقت نشون بدیم که با نگه که یجوشان نشون بدی این یجوشان ندادی مثل او ریختم به سر بخری. خوب دوستان خلاصه از این واقعا تو اوسن رفتن نمیتونیم. همه خیلی اینا هم تو هم جنگل هم میبینی رنگ نوع زمین کرده همین میتونه پول مثلا 1 هکتار بگیره زمین مینه فیرما مینه برای قیمت نیست نرخ نوش. خوب اینا سه نوک گپ چپ سه رو چوشن که سه بخریم. خوب خلاصه دوستان ممکن یا 2 روز بعد ما ویدیو را پخش کنیم به خاطر که یعنی از شهر دور میریم ویدیوها بسیارن اما این ویدیو تو خیلی صفانه و کرده این ها دوستان عزیز پول نیستیم خیلی زمین پمین همش اختم میشه. این هم خیلی خلاصه از این نشان دادم با کروک بازی میریم درن نشان میتونیم درنی خونه را. خوب دوستان عزیز میریم درنی خونه را نشان میتونیم با این پرشان سیتکش نشان میتونیم نه یکی یک پرشان نشان داد این یک پرشان نشان نداد. این ها دوستان عزیز زبور این ها بیتون همه شو ریختگی سیتکا مخم کردگی. این دوستان عزیز حاضر میدهیم درن از این میریم درنی خونه میدراییم. خوب دراش آهانی این خونه یکم دوستان عزیز عزیز ما دومدیم یکم مخلوم در یکمش خونه که کوخنی داریم قطعه کلون کوخنی گاز پاس خلادینی پلادینی خلاصه کسی یا بگیره هم میدونه تو زندگی میده با همه چیزش قدی اما میسیدم برداری کامپرسون با همه چیزش بکنه این میدونم یکم کوخنی بعد یکم بگیم چیز بودم وانش بعد این وانش دوستان عزیز این همه چیز شرایطش او تو همه بزرگ کاناپو کاروچی آبودی پونیتاز این ای دوشاوی چی میگن اینش آگرمت او خنکنه خلاص از این میشوه کوخنی دوستان عزیز میدرویم در چی در خونه. این ای بسم الله الرحمن الرحیم این ای کریدورش دوستان کریدورش چند به چنش کنم 1 2 3 4 متر کریدور شد 4 متر 4 در 4 در 1 کریدور شد. میدرویم دستیروس یکم خانه دوستان عزیز با تمام صنعتش دیوان پیوان کسی میگیرن در پروس رو میگیرن زندگی میکنن فقط فول اینا میگیریم دستی چپ چی میشه دیوان خونه دوستان عزیز این ای دیوان خونه. خوب دوستان عزیز میتونی انشاءالله با دیوان پیوانش فانیر قرار چی همه اینا همش کار میکنه همش به حضور میگذاریم واسه سیم خونه اینا با سیم خونه خوب پلاس ملاس خوردوی اینا بچه هم گیره کردیم اینا بچه هم چی هایی اخترش کلکی بچه هم خطهمش بگیره اینه خوراکش. خلاصه همه ایت شرایطش هست هر یک کامنته دوستان از خیلی شوخی میدیم گرگو هر یک کامنتش پلاس قولین و شکاف و خودی شوخی دوستان عزیز چیه شد پلاستیکن اینه ای تریزوش همش پلاستیکن. خوب دوستان خیلی دیگه من نمیدونم چی بگم خیلی شرایط بخیده من خودم سومه داشته حاضر خودم میگیریم با نگیم که خودم نمی خرید یعنی من ندارم شرایط. خلاصه وقتی صحبتی در شدرم چی کنیم کوخنی دوستان مهربان خانه با 1 هکتار زمین یک هکتار زمین با حوالی پرنیک گشتی چی پیاز
با خانه پلاس خالین لوله گاز خلدین پلدین کروچی همین 900,000 میگیم نه که با سردو میکنیم همه 500 گفتیم خلاصه در 400 چند فروختیمش 420,000 خلاصه از اینکه انشاءالله این شب نرخ نوای خوب میکنیم فقط خواهش میکنم از شما بیکار زنگ نزنید کدومت خانه خری کدومت فرما و گو مال و گوسپند میکنی همون شخص رو زنگ بزنم مردم هم کار و زندگی دارن خداوند نگهبان تو دعا کنه پروردگار دعا ما که این خانه را فروشیم و در کار خیریه که اونجا چه بچه فروخته شده برای بچه خیلی زندگی یا انسان مشکلات زندگی خچه داره که گفته در کار نیست اونجا ایمابیلیزه چه گرفته شده یا پیشنهاد میکنه خب خانه مستحکم کروگش مخم 1 هکتار زمین خانه و در با 3 در خانه با کوخنی و وانه پناه و دوش و پوش قایدامیش دوستان عزیز همه فروخته می شود در 900,000 شاید اگر با آدم میگن که زبان شیرین مورا ایچش میبره زبان شیرین باشه ممکن ارزونش کنه خداوند نگهبان در حق ما دعا کنه از شما خواهش یک همین ویدیو را پهن کنید تو مردمی که نیازمند نیاز دارن آیی به خانه بخرن. السلام علیکم دوستان عزیز این راه شد اگه که راهش کنین راهش به خانه 800 متر به خانه را قریب 1 کیلومتر به خانه را خودسینی خانه کمتر یک دیگه ایسین اسفالت نهاد میرن برای کلون یعنی که تراس کلون این طرف سیاست مینسک هم اسم مسکو این راه نام دیگه این فرور بینید. السلام علیکم دوستان عزیز خدا نگهبان هر یک از شما باشه که حواس پروردگار و شما هست چقدر مردم نیازمند کمک میکنید دوستان گفته که ما بعد مولر رو رکلامش کردیم گفته که ویدیوش کهنگه ویدیو کهنه بود اما کارخونه هم نه با خود دوستان خیلی ما اومدیم میگم یک شنبه دیگه من می‌خواستم ویدیو را که مدل مولر جایی که تلفن‌های که خیلی بسیار دارن دوستان خدمت باز میگم تلفنی کهنگی داریم یا تلفن کهنه میتونید با تلفن نو علش کنید بالای سومت یا جلوی سومت دیدم که خلاصه پیروسی تلفن‌های اورجینال دارن تلفن‌های نو که هستن S21 S خلاصه آیفون 16 14 فلوشن که یک نماد دماغ کنم میفهم تلفن دوستان میگم که من حرکت میکنم همین ویدیو را پارچه کنم آیسته در عقب ویدیو ها کار کنم پیروسی ان شاء الله بعد این نظر نمی‌کنم که بچه‌ها خیلی مزدور هستن در اینجا پلوس رنم میکنن چکالی که کنسول اورجینال دینامیک ها مثلا روشن میکنن ساعت‌های اورجینال خلاصه همه چیز ضروری که هست برای این تکنولوژی انسان استفاده میبره همش هست در همین کارخانه‌ای که مدل آدرس اینها دوستان عزیز در مترو سریسینا همین مترو سریسینا از 4 خدمت روی در همین دست راست همین 4 خدمت روی دست راست در پیشک مترو است اما خودت بیا ان شاء الله خدمت که زنگ میزنه خواهش میکنیم از نوم کانال بوزن 88 بزنید با حرکت میکنن تکوت اسپید که ان شاء الله هست پیلوسین یعنی که با شما دستگیری. السلام علیکم دوستان عزیز خداوند نگهبان هر یک خدمت شما باشه اولش پروردگار و شما هست که چقدر مردم نیازمند کمک میکنید دوستان خداوند از شما راضی باشه برادران مهربان همین کمپانی که حاجی رسول ما خاطر شما یک بارگه رکلام کرده بودیم گاه ویدیوش هم میپرتویم مسئله بوروی که از مسکو به تاجیکستان میبره ای مسکو پد مسکو باز میگم چه خیلی پد مسکو میاره به اینجا دوستان مهربان بورو ارزون کیلوش چند است شما 50 روبل 50 روبل کیلوگرم 50 روبل کیلوگرمش مقصد همین مسکو که گرفت تو همون ناحیات هم میبره ناحیه رشت فرغان کوی بیش اویلی طرف وحدت با طرف جای اوسنش خوزوباد مال خوزوباد همه کرو چم نوحیه را میبرن دوستان مهربان به درای خونتون هر یک شهر دوستان مهربان به همون رایونا شامل میبره به مثال میگن این نوحیه رشته به همون غرم میبرش به رایون همون غرم میبره ای هم جمعیت پالوشا چی میکنه هر افتاستانسی خودتون با خودت دوستان مهربان رقمای داره اکران صحبت کنه زنگ زنه این طرف نشومتی بارو کردگان اینا باید از بور پول بودش کنه این ماشینش پول نبرای پر کردگی باید بگیرم برانش اکی نه دیگرش باید پر میکنه من گفتم که پرش نکنه مقصد بیاید ببینن معنی ما ایستادن چی نمود بوره داره میران از نوحیه از همون قشلاقای خودتون پد مسکو باشن تو چند کیلو را باشه که چیوش میگیری 100 یا 150 کیلو بالا 100 یا 150 کیلوگرم باشه تو پد مسکو تو جور چند کیلومتر دور میری مسکو پد مسکو ای مسکو پد مسکو میری خودتون اینا گازلو شون دوستان مهربان قرار دارن در بازار ماندارین که در طرف شالکوه همتون میدونید مترو شالکوه اینا ماشیناشون خود چون میان میگیرن براتون میگیرن با همون بچه با همینجا میگیرن میارن
100 یا 150 اگر یک مثال میگه 50 کیلوگرم داشته باشن 40 کیلوگرم بگه بیا برش بعد چند سو پلاتین میکنن در صفکش خبر میکنه یا که پاپوتی می‌نویسه هم طرف گرفتن میگیرن هم میگیرن میارن اگر شما بیارنش مثلا شما هم با بهترین میشه. خب دوستان مهربان گازلاشو هستن ماشینا تیارن باز با من خودم پول دهقانی میگیرم سیامکا میکنم ببینید خودتون زنگ بزنید برای شما از من بابا جان 88 صحبت کنید نقش من هم تبرمش اینا دوستان عزیز نگاه کنید اینا سه گازل با یک گازل دیگه شو در اون گشتن 1 2 3 ماشین میروان ای جوی خشو ایمو مسکا فد مسکا ای درو خونتون بیارن ای 100 یا 150 کیلوگرم اگر زیاد داشته باشی چی میگم با دستافکش بهتر میشه دوستان اکثر خودتون میدونید که در روی کنی یا خلادینی خود 100 میگذره اینا دوستان مهربان تمام نمودی بار تپیدگی دایته تمام نمودی بار هسته میتونی زنگ بزنی بارای که مقصد چی با اون خوجگیتون محصولات های خوجگی رو داریم به همه ایشالا روی کنی سکلادو یا در امی پیش ماندارین بازار ماندارین طرف مترو شوکوا اینا پول نستی حاضر انشالله هم من خودم سیامکش میکنم هم بابی خان سیامکش میکنه پول نستی میپارتم یعنی که در مورد کانال ای ویدیوها میبرن خدا نگهدار دوستان حرکت کنه که زنگ بزنی اگر خواهش میکنم خدمت که اوید یعنی بار زنگ نمیزنی غم نتی که مردم هم کار دارن در خنکتن خودتون میدونه که چقدر وزمین فروغ قطار ماشینا قطار از من بابا جان 88 صحبت کنیم چرا که رکلام میکنیم حرکت میکنیم که انیق کنیم دقیق کنیم که هوایش نکنیم برای که خود مردم هم اونجا چی میگم بعضی برادرایی که های متاسفانه فاند فریب میکنن برای مردم خیر نمیدون جزیره باد میکنن و هم سیاه نکنیم ای بواری بومده با اون خاطر بازار ماندارین بیای ختم ببینی فروشونه حتی هم صحبت چه رقم‌ها داره اکرانن اینا بابا جان دایم کانال نگون چیزی بگو بعد این خدمت شما میکنیم ما حاضر اومدیم جا خطی برادر اومدیم ماشینا رو دیدیم اینجا من یکم بار اومدم دیدم به نهایت کاری خوب به نهایت وای چیزایی که هست همین چیزا روزگار در کار میشه و با این برادر ما اول نصیحت کردیم که ما بودم و با سخنمون جواب گفتن نتونیم تا حتی رو گفت که ما همون قدم نوحیه میبریم مثال نورگ میبریم همون نورگ ده خالی میکنیم دنگره ده بوسه کلوب مثال رشت غرم گیجویی که باشه ما برده همون توچکه ده خالی میکنیم برو میتونه که باجه ماشیناشون بده گازیلاشون بده میتونه بگیریم پادماسکا بگیریم بیاریم خیلی در بالا اکران وای میکنن نمرهشون میمونه شما صحبت نکنید بنیاد آدم خوب برای که ما همین کارا باید انیق دقیق فکت و وجود رقم ما رو پیچت که دیگه بدونیم که یگم کمبودی نشه اگر کمبودی شید ما بودو کمبودی شید خیلی که ما بلاگر هستم بعد بسیار کارو واسه نشه برای همین نمایه صادقاتیو برای همین فقط همین یک دل نیتی صاف کتی همین و این یارم بالاش داره که او قپله نمیمونه که اگه میلیاردر شونی و یارم خیلی میار روزگارانه بده خدا خواهی شما ما همکاری میکنیم با بیاین مرحمت من براتون روان کنیم خب سلام باشید دوستان عزیز واز با بوبی هستیم کم میکنیم حرکت میکنیم که دیگر در اون بالاش مینویسیم که برای باربری تاجیکستان رقماش هم میمونیم شما بدونید که ما همین چیزا را رکلام میکنیم همین بارا را رکلام میکنیم خدا نگهدار السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم برادر عزیز من مادر میرا احرام الدین این بچه من شام یک شنبه روزی 19 مرد به ساعت 8 بیگهی ای خونه برومد اومد بانیه کرد سر روش شوش کم تا بینسترینی بود نمیدونم چو کرده بینسترینیه پرسیدم من میجا در اومد بانیه کرد برومد رفت برادر رفت گو که چجور مگازین میرم دیگه رفت بر نگشت اینه شما احترامونه خوش نیم فرزادی مرا پرتوی من ریزویم پرتوی دهمی چی همین سایت اختونده پرتوی ایران جان هر کجایی باشی بچم بیو هر کجایی باشی آخه کترا کی بود تو کجا رفتی تو فکری مرا نکدی آخه فکری پدرتا نکدی بچم آخه تو جورادور نبودی آخه چوکت کجا رفتی بچم هر کجایی باشی بیو بچم خونه بیو که دیگه نمیتونم قوت درمون ندارم بچم خب یا هر کجایی باشی ترا کی بور کجا رفتی کی را پیدا کردی ترا کی پیدا کرد گریف برده سلام و درود به پایان دوستان عزیز خدا حفظتان کنه امروز بیگاهی ماهی مبارک ماهی رمضان است و همه مبارک باد میگم گریه مادرش شنیده زاره مادرش شنیده از شما خواهش میکنم که به خاطر الله به خاطر همین مادر همین ویدیو را پهن کنید دوستان کمی زیقم هستم الله شاید که
در طول چند سال با شما بودم برادران و مادران عزیز. الحمدلله رحمت برای همه خوبی و گندگی و همه دستگیریاتون. این احرام دین دیده که 2007 تولدش خیلی با این نمره خالش میمونم. نمره خالشان این فامیلی هم نمش گمش زگه دو در جان در جای هستی بیا به خانتون. خیال میکنم که دوستان مهربان الحمدلله به من به مقصدم رسیدم که در حیات میخواستم. ای پروردگار به همون مقصد خودم رسوندم. من دیگر طاقتی کامنت های شما را بد کامنت های بدتون دیدن ندارم. الله شاهد من هر چی کردم به خاطر خدا کردم. بیگاه رمضان است. نمیدونم که ما مسلمانیم توجیکیم با چقدر بعضی مفکورهاتون پسته که چی گپای پست بلند میزنه. پدر مادر من از من یگان پیاله چای خوب نگرفتین که از طرف شما به خاطر یک ویدیویی که من خیر میکنم یک کس گم میشوه، یک کس یگان مشکلی میشوه آواریا میکنه چقدر بد مینویسه که رکلام میکنم چقدر بد مینویسه. روزهای نزدیک با فیلم ویدیوی خداحافظی من به شما میبرویم، یعنی که من شما را ترک کردنی نیستم، همه تا دوست میدارم، اما دیگر طاقتی چنین سخنان را شنیدن نداشتم. هرچی طاقت کردم به خاطر مسجد بود، به خاطر مسجد که الحمدلله سپاریده شد. به فهمیدگی من روزهای نزدیک ویدیو میکنم، خداحافظی میکنم به همه. شاید از یوتیوب من برآمده روم، بعضی اکو خیلی ولی صحبت ها داریم با چه انجام میوه نمیدونم. راستش دیگه من نمیخوام، دیگر من خیلی دیلم درد میکنه. حاضر اگر که عشق بریزونی میگن که بعد اکتیاری کرده ایستاده در این بیگاه رمضان. زبانم کوخ شوه اگر درو بگم در این بیگاه رمضان که من اکتیاری ندارم. فقط چی بگم طاقت دیگه گپای پست بلند شنیدن شما را ندارم. دوستان مهربان خیلی بعضی سنگدل هستی، خیلی سنگدل هستی که چقدر بیزیب و گپای پست بلند می نویسه. خداوند همه ما را هدایت کنه، علل خصوص هم نویسندگانی که بد می نویسند در پس اکران. شما فکر نکنید که بد می نویسه خداوند شما را نمی بینه. در اون نامه اعمال ملائکه های دست چپ و راست نوشته ایستادند، هر چیزی بد می نویسه شما. با اون خاطر خدا همه ما رو برای راست هدایت کنه. التماس ویدیو رو به خاطر هم بچه‌ها کامپلیت توی شود. السلام علیکم و رحمت الله. просто باید انسان شیم. خدمت اگر مسلمان هم شده نیستی انسان شد. تمام. خدا همه ما را هدایت کنه. تدعو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور
والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب العزيز نزلا من غفور رحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرح كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا هو يقول مصنع متناو رحمة من ربك إنه هو الرب السماوات والأرض